در شهر دوشنبه امروز در یک مراسم 20 سالگی تأسیس گواردی ملی را تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در حضور فرماندهان و افسران نیروهای مسلح تاجیکستان گفت گارد ملی کشور در زمان مشکل برای تاجیکستان تأسیس شد و در این 12 ساله به یکی از جزهای مهم و قدرتمندی نیروهای مسلح کشور تبدیل یافته است. مراسم در کاخ باربد در دوشنبه صورت گرفت و یکی از افسران گارد ملی در اینجا با رادیو آزادی صحبت کرد. من مدت 2 سال می شود که در گوارد ملی جمهوری تاجیکستان همچون افسر فوق‌العاده دارم و همچون افسر خدمتچی حربی که در همین سخت برای مسئله جمهوری تاجیکستان خودش خدمت میکنم. افتخار میکنم که در یک دولت آباد و آسایشته فعالیت دارم و هر یک خدمتچی حربی که در گوارد ملی خدمت میکنم تاکید کردم میخواهم که در دید جسارت و دلیری رو باز هم زیاده گرداند و همچون زیرکی سیاسی رو از دست ندهد. گارد ملی تاجیکستان که قبلا گارد پرزیدنتی نام داشت سال 1995 در زمان جنگ شهروندی تشکیل شده است و نیروهای آن اساساً برای عملیات‌های مخصوص و محو دشمنان خطرناک سفربر می‌شوند. صحبت برنامه امروز درباره نقش گارد ملی در تامین امنیت تاجیکستان است و با همکارم زرانگیز نوروزشاه. زرانگیز رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم تجلیل از 20 سالگی تأسیس گارد ملی چی گفت؟ بله، توهیر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در مراسم تجلیل از 20 سالگی گارد ملی از سربازان و افسران این گارد صداقت به وطن و جسارت و مردانگی تقاضا کرد. در این ملاقات خود با هیئت گارد ملی و نمایندگان دیگر ساختارهای قدرتی و بیشتر به امنیت و ثبات کشور تاکید نمود. امام علی رحمان در این جمع آمد از روزهای اولی فعالیت گارد ملی یادآور شده تاکید نمود که این ساختار در زمان روی کار است که کشور در وضعیت بسیار مشکل و حساس قرار داشت، اما حالا به قول رئیس جمهور گارد ملی به یک ساختار پرقدرت نظامی تبدیل یافته پوره در حال آماده باش قرار دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان این ساختار را یک مکتب خوب آماده سازی متخصص و حامیان صادق به وطن نامید. وی تاکید کرد که گواردی ملی در زمان امروز برای مبارزه با تروریسم و جنایتکاری در صف پیش قرار دارد. با این همه پرزیدنت کشور بالا بردن سطح آماده باش جنگی، ملکه های کسبی افسران و رعایت آیین‌نامه‌های نظامی و انتظامی حربی را در این ساختار ضرور خواند. وی بر رهبریت گارد تاکید کرد تا جهت قانون شکنی ها و ظهورات کروپسیونی در این نهاد چاره‌جویی کند. و لطفاً درباره تاریخ تأسیس گارد ملی هم صحبت می‌کردی. گارد ملی تاجیکستان از نهادهای مهم نیروهای مسلح تاجیکستان محسوب یافته سال 2004 در زمینه گارد پرزیدنتی تأسیس یافته است و به واسطه تحت فرمان رئیس جمهور قرار دارد. فرمانده سابق گارد پرزیدنتی غفار میرزایف با چند عیبنامه از جمله تهیه تبادلات دولتی در محبس به سر میبرد. گارد ملی از اشتراک کنندگان چندین عملیات نیروهای حکومتی علیه گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله در منطقه‌های طویل دره و غرم و اخیراً در خاروق بود. سال 2010 ضمن عملیات علیه نیروهای مسلح غیر قانونی در شرق تاجیکستان در نتیجه سقوط یک چرخبال که از این گارد بود 7 نفر کشته شدند. سبب سقوط چرخبال را هم آن زمان مسئولین این نهاد علت تکنیکی ارزیابی کرده بودند. 20مین سالگرد گارد ملی هم در دوشنبه در حال تجلیل می شود که امروز 4 سپتامبر در یک گوشه دوشنبه و هم در ناحیه وحدت در یک درگیری مسلحانه چند نفر پلیس کشته شد. تشکر همکارم زرانگیز نوروزشاه از دوشنبه صحبت می کرد.